خاص‌ترین اصطلاحات بازاری تو فسا حتما ببینید. تو بازار فسا به جایی که بگن تخفیف داره میگن شما بپسندین ما احترامتون میذاریم. احترامتون میذاریم، حرمتتون واجبه. این هم بریز روش. اما دست بلکوش نکنی پسه. دست بلکوش نکن پسا، یعنی دست نزنید بهش. پسه در همه، یعنی جدا کردنی نیست، خودشون میریزن. تو بازار فسا وقتی میخوام بگن یه جنسی تازه است میگن باهات حرف میزنه. سبزی انگار دستگل سبزی حاجی اسماعیلی صحبت میکنه یعنی تازه است. همین میبرم. ببر ازم براتون چرباندم شهزا. براتون چربوندمش، یعنی بیشتر ریختم روش جدا از خریدی که داشتی. اصطلاح بازار فسا. پسه خندان ما گریان. کیلو چند؟ سبا کردن نیست پسه. یعنی جدا کردنی نیست، همش رو در هم میدن میاد. سوا کردنی نیست. خاص‌ترین اصطلاح فسایی. سبزی پاک کرده و آمده ساعت برد. یه سبزی ساعت برد. ساعت برد یعنی چی؟ یعنی آقا رو ساعت بریده میشه میاد. یعنی تو رسیده بریده شده. تو رسیده بریده میشه تازه. میاد. سری